бетанаффус бо Зарнигори Рустам. айзони дилбори дигар ба ҳамаи шумо дуруд мегӯем ва ин лаҳза чун мо ба шумо дар саҳифаи иҷтимоӣ радиои ҳамсадо дар инстаграм ва фейсбук шоми гузашта хабар дода будем. меҳмон дорем яке аз ҳунармандони воқеан хушсадо ва шинохтаи тоҷик Беҳрӯз Мирзоев айни замон дар меҳмонии радиои ҳамсадо қарор доранд. аз дидори шумо хеле шод ҳастем. хушомадед ба радиои ҳамсадо. Беҳрӯз, чӣ ҳол доред? табатон чӣ гуна имрӯз? бо чӣ корҳо банд ҳастед? خیر شکر طبعا بولیده است با کارهای جدی باندم ترانه نو باید فردا پیشکش گردد بهر مخلصان از پیمان هستم. از پای از جدی دعوتی شما هم رد نکردم. خیلی خرسندم که دعوت کردید. زنده باشید. ما نیز شدیم که شما پذیرفتید و این لحظه همراه ما هستید. از ایجادی فکر میکنم ترانه‌های نوی شما مخلصانتون که به نهایت سرودهای شما رو میپسندند آنها نیز خیلی شاد هستند و گفتید ترانه پگاه میبراید. اگر همین مخفی نباشد تو من درباره چی است سرود؟ ترانه جذاب چشم نام دارد. تمام آلبوم همین با همین ترانه بخشیده شده است. زیاده از 9 ترانه می شود. شعر از اپای مهربانی من، شاعر رحیم جان، آهنگ خودی من، تنظیم موسیقی باشد در تاشکند شد. انا گیتارها رو در کانادا اکای ایلهام محیدینوف نواختند. انا سویدنی باشد باز در تاشکند شد. بهروز از سخنهای شما پیداست که هر یک قسمی اون الوهیده در هر کجای تولید یافته است. تولید یافته است. برای من خیلی فکر میکنم با مزه شده است. خوب میبراید. خیلی دلنواز و شنیدنی. اگر اجازت باشد من میتوانم 4 مصرع از اون بهر شما سرایم. مرحمت. حتما امروز اصلا یک فرصت است برای شما که بسیارتر به شکل زنده برای مخلصان خود بسروید. از اون زیل خود رسان میشم نخستین مراتبه با صدای زنده برای شما بهروز میرزویف میسرویند. جانی شیرین خوش آمدی، شیرین ترین خوش آمدی، شیرین ترین خوش آمدی، مهین مهین خوش آمدی، خوشگلکم بدیلکم مشکلکم خوش آمدی، گسو دراز نازی بناز رهی دراز خوش آمدی. ای گلی گندم با قصدی مردم دیوانگی ها تگردم، ریزه پیکرم بالای سرم دوری سرت میگردم، جذاب چشم هلال لال 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 لی چشمی اصلش بزی بای رخساره چو برگی سی بای میپرسی چرا اسیرم جذابای و دل فریبای دوباره در جان آمدی. زنده باشید. واقعا جالب است و ما مشاهده نمودیم که متن یعنی متن سرود بسیار پرمحتوا است. در هر کلمه اون یک دنیا معنی هست و در انتخاب شعر یعنی تنها با شاعر رحیم جان همکاری میکنید. در انتخاب شعر بله با شاعر رحیم جان 90% انتخاب شعر رو ما با شاعر رحیم جان میکنیم. دیگرش باشد فکری خودم است. تولید یافتن یک آهنگ یعنی سرود موسیقی بغیر از اون که شما گفتید آهنگ ایجاد میکنید یعنی خود آهنگ هم ایجاد میکنید؟ بله من آهنگساز دعوی آهنگساز ندارم اما دوست میدارم ساخت. تمامی ترانه هایم بگیم یک 90%ش از ایجاد خودتون است. بله همش ایجاد خودم. من فراموش کردم زود نامی تو اندر آغوشی دیگر آسودم، بودنم با تو حرام بود لحظه های انتقام بود، با تو بودن کاری خام بود. این آهنگ خودم است. زخم زدی در دل جای دیگر نمان، تو مرا آهسته کشتی به خدا. این هم من از تو دورم چینا صبورم، دل از قفای تو رفت و نیامد. اینم گریه نکن دفتری من رنگ میزند، حرفی دلم تازه میشود، آهنی صبر ای خدا زنگ میزند، آهنی صبر ای خدا زنگ میزند. این هم آهنگای خودم است.
کدوم ترانه از آهنگ خودتون نیست؟ من فکر میکنم قریب همش از خودتون است. منو دیوانه کرد شقایق موی تو، مهتاب روی تو، از من مگه دیوونه تر هست چشم و هوی تو، کمان ابروی تو، پریشون موی تو، از تو مگه زیباترم هست، تو یک افسونگری از من اگذری، پری تو قصه هاست تو از اون بهتری، دل من فرش زیر پاد، زیر قدمات هزار غزل پیشکش شاخ لبان. این آهنگ خودم نیست، بغیر از آهنگ خودم. این آهنگ یعنی در همکاری با آهنگسازانی ایران؟ این یک ترانه از یک سراینده ایران زمین بود، چون آنها نامی ما رو در یگام جا نمیگیرن، من هم نامی او رو نمیگیرم. یک سراینده ایران زمین. این سرود یعنی کاور بود؟ بله کاور بود. اینو بعد یک چند سرود ها از سیاوش خماشی بود اونجا. خب آهنگ ایجاد کردن با فکرم که نه هر هنرمند همین گونه قابلیت دارد. در شما همین الهامی یک آهنگ نو ایجاد کردن یگون چیز سبب می شود، شاید یگون چیز رو می بینید مشاهده می کنید، شاید در تنهایی با خود کی اومد الهام ایجادی شما رو می گیرد؟ الهام ایجادی هنگامی که نفسی آزاد میکشی، هنگامی که خوشی می آید یک آهنگی خوشی. وقتی در دیپرسیا میدونم، در نیوروز میشم، الکی میشود آهنگای زیقی و نفرت به همون نفری که مثال قدری ما رو نمیدونم. از همین جهت میشود آهنگا از سببی هر خی سیتواسیه های زندگی حالتو. بله با آهنگ با شعر خودش با ایده میبراید. بعدا من روان میکنم مثال با اپای عزیزم شاعر رحیم جان می نویسن یگام چیو که میگن که میشود یا نمیشود. همین گونه آهنگ به دنیا میآید از من. هنگامی دیپرسیا و همون هنگامی خیلی خوش بودن. چی فکر دارید با فکر شما از نگاه خود شما همون ترانه‌ای که در حالت غمگینی شما ایجاد شدن بهترین بر اومدن یا که در حالت لحظه خوشتون؟ در حالت غمگینی بهترین با تاثیر بر اومده است. اینه که اشتباه هست گفتنات، اشتباه هست رفتنات، تو خطایی. همین گونه ترانه ها در هنگام زیقی به دنیا میاد. یعنی که شما آهنگ رو ایجاد میکنید در حالت زیقی و الکی تقریبا میدونید که متن اون درباره چی است. الکی از دل میآید. از دل میآید و همین خواهش خود رو به نویسنده میفهمونید. بله ایده امیتیامو شاعر می نویسند، شاعر رحیم جان. هست جوهایی که فرقد نظام با اونها همکاری میکنید؟ بله با 2 نفر همکاری دارم تنها. هست حالتایی که مثلا شعر به شما پیشنهاد می شود و در بعضی جاهای اون رو میگیرید شما میگونه؟ بله هست این ترانه وای هست برای آن کی بویت را نشویم. این رو اپام روان کردن اپای شعر رفتن همیره اگم چی بند نمیشویم تمامی پیکرم را، نمیشویم تمامی پیکرم را، زیده است تو گردنم بوی تو آید، زیده استی دل نشویم باورم را، زیده استی دل نشویم باورم را، بویت را نشویم از دلم از دست و از جان، بویت را نشویم عزیزم تا آخرین کن، در آغوشی من آرام ارمیده، بس آهنگی شکایت های بسود، بمیرم عطری تن پوشی تنت را، که مهرم از همه عطری تو افزود، در آن شب حاضی پوشتی شیشه هایت، مه و ستاره ها آهنگ ها را به گوشی جانی ما سیمفونیا کرد، تراویش بر خدا ورد رنگ ها را. این است در شعر من آهنگ بستم، در شعری شاعر رحیم جان. عجیب بود و در اون حتی نامی یک اسباب موسیقی هم هست. بله اونجا میگوید در سیمفونیا کردم، اون چیزی که من دوست میدارم اپام اونجا جا کردن، سیمفونی است که ارکستر من دوست میدارم. وقتی متن رو پیشنهاد کردن با خود شما متن پسند اومد؟ اتوماتیک در حال در حال
فوراً. بهترین. و شده سوالاتی که مثلا به شما آهنگی تیار دارید، همون آهنگی که در یک حالت شادمانی و غمگینیتون تولید شد، تقریبا میدونید که موضوع باید چگونه باشد، فهموندید، شعر رو نویستند، شعر رو گرفتید و بعضی جاهاش رو خودتون اصلاح کردید. این گناه بگیم که در تمام ترانه ها این گناه میشوند. من اول اجازت میپرسم افهمم که ممکن است که ترانه رو اینجا شاید کمتر دیگر کنیم، میبینن که در وزن و قافیه جو باشد و پروفسیونالی باشد، اجازت میتین. من میخوام گناه ها بسیار میشه. بله. در ترانه ها مثلا یک 10-20% شما خودم کنترل میکنم، دیگر شب هم شاعر رحیم جان و فرقت نظام از این دو نفر بسیار دوست میدم. فرقت نظام نوشتن ترانه فیغانی قلبی محزونم، نمی آید به گوشی کس، زیب رحمی تمامی غصه دنیاست بر دوشم، زی دستی آدمانی به رفاقت، خانه قلبم مزارستان، من از جبری شما هر لحظه جامی غصه می نوشم، بروزی رفتنم شاید فیغان و ناله می سازد، نمی آید دیگر آنجا صدایی گریه بر گوشم. این است از فرقت نظام دوستی من. و انا همین ترانه مخصوصا بسیار پر تاثیر است، تاثیر بخش است که انسان رو با شنیدن به یک حسیاتی عجایب و یک دنیای عالم دیگر وارد می نماید. و این آهنگ هم از خودی شماست؟ بله آهنگ خودم. من اول آهنگ رو بستم و بعد با فرقت جان گفتم فرقت نه این گونه شد. فرقت گفت یک ترانه دارم درباره دنیا و نامردی و همین چیزا و در فیغان قلب نام دارد. گفتم کنی روی کن، روان کرد و فوراً آهنگ الکی بجا آمد. الکی من خون خودم در یک من همین از خوردی فقط همین کارم در دیپرسیا بوده، نه من نمیدونم برای چی خودم هم قمه خام شد باشم، نه که برای یک مثال یک گپ یک آدمی که هیچ یک نوکسای مزیق میشم برای من خیلی فعل دارم، یعنی همه چیز رو بدیلتون نزدیک قبول میکنید. بله. چی فکر دارید همین با ضرر شما نیست؟ نه با کیف هم داره آخی. خوب است نه؟ با 2 روز 3 روز تو در فکری وای با چند آهنگ به دنیا میبیاد. انا دیدید، یعنی اینم به منفعت کار است. بله این هم هر چیزی میشود به نفع بنده میگویم. بله. و هر ترانه‌ای که شما ایجاد میکنید یک شکل و اسلوب خود رو دارد، فرق کننده است، بسیار پرمضمون است، با تاثیر است، یعنی تاثیر بخش. شده است مثلا حالتایی که به شما گویم پیشنهاد میکنن، درخواست میکنن، خواهش میکنن که برایشون همین گونه یگون آهنگی که بسیار تاثیر بخش باشد، هنرمند اون رو در نظر دارم، شده است پیشنهاد شما قبول کرده اید و من ایجاد نموده اید برای دیگران؟ بله من بسیارتر با برادران خودم همکاری دارم. با بیگناه های چی نمیکنید؟ با بیگناه ها میکنم و اگر که میگویند در دنیا هست 1000 گری، کلالگری، آهنگری و هر چی گری، از همین همه بهترین ها هست آدمگری. اگر همون صنعتکار آدمگری داشته باشد و احترام خود رو داشته باشه، من با جان و دل بهترین. مثلا به نزدیکی من یک آهنگ هدیه کردم با کامیل جان ظریفوف، فرزندی استاد کامیل جان ظریفوف، بله، سراینده، یکی از سراینده های بهترین تاجیکستان در ژانری هم اون که خودشون میسراین. یک آهنگ هدیه کردم. بیرفتم از تو من دنیای روشن دارم، اگر بینی نبینی دیگر کاری ندارم. همین گونه از شعرشو تغییر داده از فرقت نظام. اینجا من هم در پخش مستقیمم بیا یک مبرون میخوانم شد. چیزی که اوریجینال است با دیگر است. بیرفتم از تو من دنیای روشن دارم، بیمان با هر کی خواهی قسم کارت ندارم، دیگر در خانه دل عشقی نوین دارم، تو را با کل باری خاطراتت تنها گذارم.
این یک ترانه نو است برای کامل جانزانی. و این ترانه هم آهنگ هم متنش رو تحفه نمودید؟ نه، من آهنگ رو با متن نوشتم و من خواهش کردم که دعوای شاعری من که ندارم، من پروفسیونالی نمی نویسم، ساده می نویسم، هر چیزی که هست میگویم ساده از ترانه هایی که ما می نویسیم همون رو با یا پای شاعر با فرقت نظام باید که بیتیم که بنویسد. با فرقت نظام دادیم نوشتن. راستی ما هنگام یکم بار خوندم پش میتونم خیست در سخانه نوشته فرقت نظام بچه مثلا علیم. بهترین، یعنی کوشش میکنند که همه یک حسیات انسانی رو در ترانه هایشون ظاهر کرده توانند. بله، یعنی هر چیزی که از دل میبروید، از قلب ریال یک قصه دارد، استوریا دارد، اون چیز معرفی میگردد، مشهور میگردد، با دل ها راه مییابد. هر چیزی که از دل بیرون است برای ای بشناسانم بگوی فایده نمیکنه. چیزی باید استینی حقیقت داشته باشد. تمام سرودای من حقیقت دارن از اول تا به آخر. مثال دروغگوی خوبی تو هستم، عهد و وفا را بشکستم. اگر بودم با تو من این شب، فردا دیگری میپرستم. انتظارم هستی همیشه، غمگسارم هستی همیشه. عشقی من در قلبی تو ریشه، کرده است تو خیر تو همیشه. بهترین اول لحظه بسیار خون در جوش بود. ترانه رو بهر تمامی نفرانی که در اطرافی من بودن سروده بودم. شما روزی به فکری که میگویند که همون وقت سرودی هنرمند به دل مردم جای می شود که اگر هنرمند یگون درد داشته باشد؟ بله، این حقیقت است. همین تمام هنرمندای ما را اگر ایتای دلشان دارن یک درد دارن، یک دردی دارن که از همه بدترین درد آخی در دنیا چی است به فکر شما؟ نمیدونم راستی گفت. جدایی است البته. جدایی هر است. کسی که جدا میشه الکی یک کس وجود میگه من بیا با این طرف میرم میکنم برقصدش. من باری آدم باشم میگم من کریر آمدم میگیرم قفای کریر و قفای زندگی میشم از قفای پسی این کارهای بد گشتن. همین کریر خودش وجود برای ما یک کیفیتی بهترین این دنیایه. این صنعت برای من بهترین های. این یک گوین زمینه اساسی که شما در آن میتونید تمام حسیات‌های خود رو نشان دهید. بله بله. تمام سخن دلتون رو ابراز نمایید. از درون من با خبر میگردد مردم. و فکرم همین چیز قریب یک 90% درد دل دیگران هم باشد که شما همین گونه میگویند در کامنتاریا ها که یک درد دل میسرایی بهترین است. عموما سوال هایی که بسیارتر در شبکه‌های اجتماعی برای شما مخلصانتون میدین چی است؟ اهمیت دادید؟ راستی بسیارتر درباره زندگی شخصی میپرسند. من بسیار یک خطاگی است در زندگی شخصی خود رو جاگذاری کردن و یکم پرابلم مشکلی های خود رو گفتن. این یک مینوسی صنعتکار است. برای عموما نمیخوام عموما درباره این چیز دیگر گپ زدن. هر کسی که با من اینترست دارد از صنعتی من اینترست کنن، مثال از ایجادیاتی من باید اینترست کنن، از زندگی شخصیم نه. من هم در این باره چیزی گفتن نمیخوام. بهترین اصلا هنرمند رو برای چی میپسندند و میشناسند؟ برای مخصوصا هنرش، برای انا همون ترانه هایش، آهنگ های جالب و زیبایش و گفتن ممکن که 100% همون ترانه هایی که از خودی شما میشود ایجاد همه شفودگری حیات و زندگی شما هستند. بله. یعنی زندگی با درد و غم زیباست؟ بله بله، زندگی با به غم به شیرین نیست، به پرابلم. از اون غم ها خسته نمیشوید؟ من لکه عادت کردم. عادت کردید؟ بله. در اونجا شما شهروند شده اید؟ بله، اونجا شهروند دنیای غم هستم. زنده باشید. خب یک ترانه رو که ما اینجا میبینیم نام عجیب دارد. این ترانه ماریا. عجیب. برای چی ماریا؟ شما گفته میتونید؟ راستی من اول میخواستم، اول ترانه خودش با ماریا، با نام ماریا به دنیا اومد. بعدا باز فکر کردم گفتم اگر مریم کنیم فقط باید یک نفر دخالت میکند. برای این بهتر است ماریا بگیم. مثلا هر نفری که بخواد برای استوری کردن و برای اونم چی میگن ریل میگن کردن استفاده ببرد. مثلا برای همه شکلی وسیع‌تر و فراگیرد تعلق داشته باشد. هر کسی میتواند. این اساس برای همون چشم کبوتکو من سرویدم ماریا.
چشم کبودها نفرانی که چشمک کبوتک دارن. من دوست می‌دارم. آها دوست می‌دارید. یعنی فکر می‌کنید که این گونه نام تنها در بانوان اروپا دیده می‌شود؟ بله، همین گونه فکر دارم در آسیا و در اروپا. چشم کبوتر رو دوست می‌دارید؟ به حد. نمی‌هرسید که همین ویدیو رو خانومتون می‌بینند بعد چشمشون کبود است؟ مهم. افتون کو در برای زندگی شخصی چیزی نداره. خوب است. خیر به هر حال با منفعتی کار باشد، یعنی که این برای چشم کبوتو و فکرم حالا چشم کبوتو خیلی خرسند شدند فهمیدن که بهروز میرزایی برای اونها ترانه ایجاد کرده است. آهنگ است که است متن خودم نوشتم. از ایجاد خودتون است؟ بله، تنظیم رو منوچهر جانی بهرالو کرد. باز در تاشکند کار کردی نو شد روی تنظیم. در اینجا سرودم و اونجا باز تنظیمی صدا گشت و با من روان کردن اکای المراد میردادایف که در تاشکند کار میکنن. ما طولی از سال 2017 قبل همکاری داریم. 7 سال میشود. تمامی بگیم ترانه های ما رو بغیر از البوم امانت و البوم امانت رو شاروخ جان کرده است در اینجا در تاجیکستان کردم. میگویند که ترانه بغیر از اون که کیفیت یک غذای معنوی بخشد به انسان، برای اون که غذا هم گوناگون می شود. غذایی که ما استعمال میکنیم، غذایی که این دانش است، علم است، غذای معنوی این موسیقی است و از شما همین گونه غذا بغیر از اون که ترانه ها پسند دل مردم باشند، یک روح نواز باشند، گویا توسط آنها شما ناخن میزنید به طور قلب های آدمون، به طور عصب های آدمون و بغیر از این میگن سرود باید که منفعت آور هم باشد. ما با ایجاد شما نظر می‌افکنیم می‌بینیم که بسیار ترانه‌های شما بیشتر آهنگ سوستر دارند. یعنی آنها سختی بد تیز نیستند، آرام‌تر هستند و در اومدی گفتن ممکن بسیاری یک فایزی زیادی هنرمند از گذراندن چهاربینی‌ها توی مرکو است. از شما که بسیار صرف میکنید مثلا برای ایجادات، نو بس از اونی که آهنگ از خود شما است، نو بس از اونی که شعر هم از خود شما است، به هر حال با تولید شدن سرودها مبلغ صرف میکنید. وقتی که همش اگر با کیفیت شد، برای کیفیت بخشیده شود، غذای معنوی، چگونه میشود درخواستی توی مرکو برای اون که شما بسیارتر بس مبلغ به دست آورید؟ در این دوران چیزی گفته میتونید؟ همین کاری من در صنعت ایجادیاتی من رسخودوی من همش با اون فکر نیست که با من منفعت بیارد، منفعتی پولی. من تنها از دل، از محبت، از دوست داری موسیقی را میکنم. من به حد موسیقی دوست میدارم. بعضا میشود اینا شاهد است در کنارم از شنیدن موسیقی هم پشم تنم میخیزه. بعضا هم من چگونه موسیقی را سخت دوست 3 سال دوری کردم از موسیقی، به حد عذاب کشیدم با گفتی هر نفر. من نمیخوام دوری کردم. همین چی بود سبب که شما یک برآمدی رسمی هم گفته بودید که ترک کردید دیگر، لیکن باز این باعث خوشنودی است که این زمان باز در صحنه هستید میآفرید؟ از ترک کردنم باز سخت پشیمون شدم و برگشتم، نتونستم. شاید فکر کردید که این محبت میرود با گذشتی وقت از دل، لیکن نرفت شاید. اگه این چیزای شخصی من هم میتونم گفته حالا، لیکن مگر بینم که یک سیتواسیون وضبین میشه بعد با روزه میشه که من عقل میکنم که برای چی؟ برای که من بسیار عذاب کشیدم از روی اونه که مرا ناباوری کرده یک نفر. برای همون من ترک کردم، چند سالی نبودم، با روزه اومد که خیلی نگو میشه بعد باز برگشتم. مهم برگشتید و ما امیدواریم که دیگر این گونه قرارهایی که میگوید من ترک میکنم نمیشه دیگر دوام میدهید. به هر حال شما دوام 3 سال علاقه خوب درک کردید که به موسیقی به هر حال نمیتوانید. تماما با موسیقی نزدیکی نمیکردم، اما میخواستید در دل؟ میخواد در دل یک چیز جوش میزد، آهنگ ها میومد، آهنگ های بهترین نمیکردید ایجاد؟ از روی زندگی شخصی من انتخاب کردم، گفتم خیلی مثال زندگیم خوب و شیرین باشد. از اونی که مرا ناباوری کردن، نافهمی کردن، تمامی مخلصای ما بیزار ایجان شدن از دستی همون نفرانی که می نوشتن با مخلصان من گپ‌های زیادی و هر خی گپ‌های قبه. از همین لیاز من راستی از شرم ما ترک کردم صحنه را.
بسیار آهنگا می اومد من نمیکردم وقتی اوجه پشایمون هستید که همون آهنگا رو روی ورق نآوردید زمانه؟ بو میبیان اخی بو میبیان دریا هستن از این گنج پشایمون هستم. یعنی که دریای پر از گنج است. بهترین. امروز در حیات شخصی شما خوشبخت هستید؟ الحمدلله من خوشبخت. بگذار دائم چنین باشد. خب عزیزان دیل صحبت ما ادامه دارد با هنرمند محبوب و دوست داشته شما بهروز میرزایف در رادیو همصدا 94.4 FM. شما میتونید در رفتی برنامه پیوست شد بر رقم 328 ما باشیم پس از شنیدن ترانه، پس از استقبال بخش تجاری رکلامه و همچنین ترانه با نام ماریا صحبتمون رو دوام میدیم. بار دیگر بهروز خوش آمدید. زنده باشید. بتنفس با زرنگاری رستم. شنوندگان عزیز ادامه دارد برنامه بتنفس و با شما من زرنگاری رستم، هنرمندی محبوب و پسندیده شما بهروز میرزایف در مهمانی ما قرار دارند. یادآور میشه میتونید پیوست بر رقم 328 بهروز بار دیگر خوش آمدید به رادیو همصدا. تشکر. همین ترانه‌ای که صدا داده ایستاده است عین زمان عجیب جنجالی نام دارد. این برای جنجالچی ها هست این ترانه؟ این ترانه برای زندگی شخصی خودم تعلق دارد. بله. داخل دارد. اینم متن و آهنگش از خودت شما است؟ نه متن است البته از شاعر رحیم جان. آهنگ از شما؟ زندگی من خبر داره است. همون گونه نویس. گه قهری و گه آشتی، گه جبر و جفا جنجالی هستی. بهترین در حقیقت چی میگویند اگر هر احساسی غم و شادی انسان روی آهنگ بیاید زیبا میشد است. بله. در حقیقت و اینجا باز یک ترانه که بیشکسته باور برای چی؟ یعنی باوری روش کستند. با یکی از عزیزان دلی من دخالت دارد که در مشکلی رفتید و یکم رفیق و یکم جوره و یکم کسانی که بگیم 24 ساعت اطرافش بودن اما گریزان شدن از او. بعد من همین ترانه از نامی هم آدم سرودم. فقط مخفی میماند که کی است. بسیار برای من عزیز است. بهروز شما امروز زندگی میگویند یک مجرای خود رو دارد، گاهی با اوجش میبردارد، گاهی با قهرش میبرد و همه حالت ها هست در اون. غمگینی است، شادی است، خرسندی است، موفقیت است، ناکامی است. و وقتی که فکر میکنم شما این گونه مثل دیگر تمام انسان های مقرری گذراندنید در زندگی این حالت ها و امروز گفته میتونید با باوری کامل که شما دارید نفری که در همه حالت در بری شما هست و شما رو روحان و اومن از همه جهت دستگیری میکند. هست در زندگی شما؟ هستم. خیلی آدم یک هفتم آسمان میبردارد با هم جایی برداره میزند در پایام خیزی با رای زندگی تا میکنه. یعنی دستگیری هاش منتظم نیست. این گونه آدم است که در تنگی همه وقت در بری من است. من بچه عدالت پرستم. هم غم میتید هم شادی میتید. خیلی چیکار کنیم حیات زندگی به غم و شیرین نیست. یعنی در براتون هستین این گونه آدم. بهترین. خب اینجا باز یک سوال پیشنهاد کردن در صفحه تلگرام میگن بهروز میرزایف درود، ما سند شما رو خیلی قدر میکنیم، بهترین سرودهای شما و میگفتید که از همه کلیپ اگر از ایجادیات شما گیم قیمت ترین کلیپ با کدام ترانه بود میگن؟ ترانه رسوا شدی بود. هرچی کردم حس کنی خود را نمیسلی ناکسان کسی شدند و تو ولی رسوا شدی. هر قدر با دیگران رفتی به گمراهی ولی عاقبت تنها شدی. این هم از شاعر رحیم جان است. تنظیم موسیقی رو در تاشکند کرده بودم اکیل مراد جان. همین ترانه تگ یک بگیم زیاده از $1000 در کلیپش صرف کردم. یعنی کلیپش در ازبکستان ثبت شده است؟ نه در همینجا در حیات ریجنسی. اون وقت نه ریمونتی نو کرده بودن حیات رو. اتاق گرفتیم یک تا باز در اونجا باز خیلی ماشین خیلی از خودمون بود. اونجا کی بازی کرده بود نظیره بی نظیر. ولی
بعد چند بار گفت بعد مرا گفت در این کلیپ گفت گرفتی رسوا شدی کردی یگام کلیپ دیگر شدی کن که من هم در اونجا باشم. مصلحت هست ولی با یگام کلیپ با نظیره بی نظیر نصیب شد همراه میکنیم. زنده باشید. خوب است. بله. خوب ترانه هایی که شما ایجاد میکنید شما کوشش میکنید که هر یک اون در آلودگی با خود کلیپ داشته باشند یا مهم خود موسیقی آهنگ است برای شما؟ نه باید که کلیپ داشته باشد چون که ترانه وقتی ایجاد می شود مثل یک طفل هست به لباس. بله. تولید گشت طفل است به لباس. هنگامی شعر نوشتن هنگامی تنظیم کردن الکه طفلی با لباس می شود. کامل می شود. بله هنگامی که کلیپ کردیم کلان می شود و با کاستوم بروک باشیم کاستوم پیشنهادی مردم می گردد. همین گونه من ترانه ها رو می حسابم که باید همین گونه باشن. این گپی از سخن یکی از سراینده های مشهوری جمهوری و بیرون از جمهوری است. تا امروز چند اگر گفته توانید چقدر چند دونه کلیپ گرفته اید به ترانه ها؟ ممکن یک زیاده از 10 تا ترانه هایم باشد یک 80 زیاده هستند 80 ترانه زیاده از 80 ترانه الکه این یا 8 آلبوم است یا 9 آلبوم با نام همین گفتیم جذاب چشم. جذاب چشم. جذاب چشم. بهترین. Привлекательный глаза. باید همین گونه باشد. من خودم دوست داری چشمای جذاب و چشمای زیباییم برایمون. اصل چشمی من بود اصل چشمی من اصل چشمی من برقی چشما و نگاهی که تو داری هی کسی ندارد والله کسی ندارد اصل چشمی من اصل چشمی من دروغ ساری چماهی که تو داری کسی ندارد والله کسی ندارد اصل چشمی من. بهترین ترانه ای که احساسی شادی شما رو افشا می‌سازد. بله این ترانه اصلا از اصل چشمی ترانه خانم هایده که ایران زمین اون کس سالهای 2003-2004 بندگی کردن 4 مصرع از اون میگم. اصل چشم نگام کن شیرینه نگاهت اصل چشم چه بر دل نشینه نگاهت هر دو عاشق هر دو دل تنگ بیا با غم بیکنیم جنگ دوتا باشیم آه چه زیباست عدد یک همیشه تنهاست اصل چشم نگام کن شیرینه نگاهت. از همین تولیدی افته شاعر رحیم جان روی شعر کردن. اول پرسیدن اصل چشم خیلی گپ هست من گفتم بله هایده خونده است نخوام گفت آنها که سرایده باشن نچید حقیقت دارد اصل شیرین نگاه اصل نگاه یعنی خوب بر اومده است. بله. خب بهروز اینجا شنونده در خط علاقه هستند بیاید قبول میکنیم میشنویم. الو درود به شما آقای زرنگار که بهروز روز بخیر باشد. درود به شما برادرم. شما نیز درود. مرحمت خود رو معرفی سازید و سوالاتون رو پیشنهاد کنید. اسفندیار هستم آقای زرنگار شنوندگی همیشگی شما. بهترین شدیم از شنیدنتون. راست گپ صحبت جالب شما رو پیگیر هستیم و زنگ نزده نتوانستم تو حواسم آمد به صحبت شما و آقای بهروز. تشکر. و خیلی زیبا زنده سرورده ایستادم خیلی به خدا تشکر. اسفندیار این از همه دستگیری های شما است برادرم. سلامت باشید به شما. بله. سندکار و مخلص الهام میدهد سندکار و مخلص دستگیری میکنند ما به مخلصان کسی نیستیم. ما همون در دوره دانشجویی گوش میکردیم شما رو با کنسرت های میرفتیم و بعضی کوکس فروخته و همون دوده زنده باشید. و یکی از خصوصیت های سرود های ما به فکر من همین است که هم پیرو هم جوان گوش میکنند. تشکر. و خیلی خصوصیت دارد. بعضی حافظان هستند که مثال فقط سفیدان فقط پیرون سالان گوش میکنند یا فقط جوانان. لیکن سرود شما مثال اثر کشم دیروز خودش با نظر من از یوتیوب گوش داده بودم که این سرودش رفته است ولی انا همین معمول من گوش میکنم. زنده باشه. تشکر. تشکر اسفندیار.
سلامت باشد و همینجا یک مخلصی اسدی شما در نزد من نشسته تمام سلامی من رو رسانه. یادت نکنم و یک بار به طور زنده بیشتر میگوید. کدام ترانه رو؟ شاد میکنیم. ترک یادت نکنم. ترک یادت نکنم؟ کدام سرود باشه؟ آه بخواهم ترک یادت نکنم، جا به خطهای سیاحت نکنم. خطهای سیاه چور نیست پیسک زبلکی رو باید. با همین فکر و خیال تو ولی آسوده حال و به ملال بگذرم از تو من اگر همینی، با پاداشی محبتم چونینی. دیگر گشتی چرا بناگهانی، خدا داند که در کدام جهانی. این منم آشفته حال، این توی آسوده حال و به ملال. مرحمت بر شما بود. زنده باشید بهروز. تشکر برای زنگ. زنده باشی اسفندیار. نگهبانت خدا باشه. سلامت باشید. ادامه دارد صحبت ما. واقعا سرویدن زنده یک تاثیراتی نیک، یک حسیاتی دیگر میبخشد. وقتی که شما برآمد میکنید در مثلا چوروینی ها، مخصوصا معرکه مردمی، بیشتر در کدام شکل میسروید؟ در فنگراما یا شکلی زنده؟ من راستی اول ترانه هایی که آرام میرود روی آن من میسرویم. باز مثل ترانه های مثل من زنده خواندن این یگان پرابلم نیست. پایزرنی قربانو مثال یکم ترانه میرود تو اگر در باغی دل محبت کاری، همه بیش گفته از اون قطره بارانی مادر. این هم برای چه جانم خواندگیم. مادرها از غمی ما سوخته و بیماری، ما ولی رفته براه به بیابان مادر. بله، مادر نفر است که همه فرزندانش رو با تمامی برد و باختهایش قبول دارد، با تمامی کمبودی هایش، با تمامی موفقیت و ناموفقیت هایش قبول دارد، با تمامی هستیش، وجودش. مادر فرزند رو دوست می دارد و تنها به خاطر آن که فرزندش هست، به خاطر فقط بودنش دوست می دارد. این گونه نفر در این حیات و زندگی تنها مادر است. بنابراین بگذار که در ایجاد شما برای مادران مهربان ترانه‌های زیاد باشند و مادران عزیز تاجیک همیشه سربلند و سلامت و سایبان سری فرزندان خود باشند. خوب، بار دیگر خوش آمدید میگویم و صحبت ما از اون دیلی ادامه دارد در موج رادیوی همصدا 94.4 FM. بازم خط علاقه موجود است. میتونید پیوست بر رقم 38300944. برای همه شما روز خوش و خاطرمند تمنا میکنیم و باز سوال ها هستند که برایتون پیشنهاد کردنیم. بهروز مثلا کلیپ ها گرفته اید با ترانه ها، برآمد ها کرده اید. یک حالتی که شاید در توی بود، شاید در کنسرت، پیش از برآمدن یا همون لحظه یک حالت غیر چشم داشت، عجایب یا خنده‌آور با وجود آمده بود، لیکن شما از حالت برآمده تانستید بودن همین گونه حالت ها؟ اما انی گفتن نمیتونه که زیاد میشن حالت هایی که بیچار پیش از برآمد یکم کار میشود، یکم پریکول میشود. هستن خیلی صنعتکار مردم خچون همشون شوخ هستن، مردمی شوخ بسیار میشود. نکیم در دیما از حساب بسیاری بعد سر و کار با موسیقی کردن نمیمونن. در وقتای خالی ما تنها کار میکنم با موسیقی. در جریان ثبت کلیپ بودم این گونه حالاتو؟ شاید در جای گرم بودید، سرد بودید، لیکن طاقت کردید که کلیپ عزیزی دلم هنگامی لسنیسا فرامادن با دهن زد تو نمیکشی در زمین. من این رو ندیدم بعد به من گفتن خیلی حالتا. اوه چقدر دردش رو فهمیده حس کردن ممکن است. بهروز مرد رو چیزی بو میکند؟ اخلاق، ادب یکمین درجه است. اخلاق خوب همه وقت بدیل های همه راه میابد. من فکر میکنم اگر با من 100 بدی کنن، من در جای اون مثال
دو سه خوبی کنم همون نفر اگر ننگ ناموس داشته باشد، مرد است یا زن است، خیلی مردک مثال اخلاق خوب بالا اینقدر بدی های ما با ما خوبی میکنن، ممکن که تغییر مییابد همون نفر. برای همین اخلاقی ما همه وقت در جای اول میسته. ادبی ما ادب ما از مادر جان و مختای مادری ما از خوردی ما را تربیت کردن. این خوب است، این بد است، این نیک است. چجانی ما شما را به حد سخت دوست می‌دارم. زنده باشید، زنده باشید و بگذار که باشند مادرانی مهربانی ما. و تا امروز کدام یک آرزوی کودکی شما عملی شد، کدامش عملی نشد؟ من در کودکی چی رو آرزو می‌کردید؟ من از کودکی همین معروف بودن رو، مشهور بودن رو دوست می‌داشتم، ولی نمی‌دونستم که با کدام رو. همه وقت داغو بودم، میگفتم میخوام به قله‌های بلند رسم. هنگامی تماشا کردن کنسرت‌های موین، ایبی، منصور، گوگوش آرزو داشتم همین گونه کنسرتی زنده برپا کنم. تا حال ما کنسرتی لیچنی از خدمت سالی ماندگی نیستم و همین سال یا سالی دیگر نصیب گردد زنده من میخوام که مردم که آمد دور آمد چیزی که در فنگرام گوش میکنه او چیزی که گوش کرد این علاقه عجیب نیست، کیفیت نداره. باید به مثل استاد ولی جان عزیزов که کنسرت زنده کردن و مثل سرایندگانی که زنده کنسرت برپا همین گونه باید باشد. کنسرت زنده برپا کنم در تمام اروپا و امریکا و اولا در دولت خدمت کنم. بعد بگذار این آرزوی شما عملی شود. یعنی که این اگر خدا خواسته باشد کدام سال می شود؟ همین سال یا سال دیگر مالک کنسرتی سالی 2025 با رهبری شاعر رحیم جان و رهبری گروه ایجادی بختیار جان اکسکالوف است، گیتاریست. بله، نوازنده مهیر. اکا جان بیا کنسرت کنیم، پکا بچه ها همجا دارم هم قمار اون کس دویم با کجای سراسیمه و فقط یه جا سراسیمه با کجا می روه اونقدر که حالی که همین هست بیایی کنیم. اکا جان لحاظ ببین تمام خود میبینی بختیار نیست زنگ میزن. اکا جان آمد بهتری نیست، لیکن اینم خوب است، دستگیری میکنم، من بسیار دوستش میدارم. اینم خوب است برای اون که میدونید چون میگن وقت میرود نقد میرود و مخصوصا امروزها خیلی با صورت کیهانی وقت زود تیز گذشته شده است. خوب است که بعضا شما رو بختیار سروسیمه هم میکنند. بختیار بسیار دستگیری میکند. بعد درباری من منوچهر جان است، منوچهر بهرالله، تنظیمگر، موزیکانت خوب، بسیار انسانی خاکسار و زنده دل، بسیار مرا دستگیری میکند بختیار جان. بعد در دستگیری من دودارم است، شاروز جان خداوندم شد دراز کنم، مسلید اینجان درباری منن. دستگیری های ما را هم دودارم میکنن، برادرم میکنن. مثلا هستم با نفرهایی که مثل یک الهام جان مویدینف گیتاریست نمی ترانه‌ای که ما خیر کردیم تنها گفت بیروز جان فقط من میخوام میره مثلا همکاری کنیم دیگر هیچ پروای چیزش نکنم. مثلا هستم درباره مردم وار من دوستشون میدارم، احترامشون میکنم. بغیر از سرویدن، بغیر از این هنر یگون مشغولیت دیگر، یگون کاری دیگر هم دارید که وقتی خود رو با اون هم جدا میکنید؟ راستی نه، من خود رو زیاد اذیت نمیدید؟ نه، من بسیار خود مخوام نمیتونم، خودم بسیار غم دیدگیم برایمون به این هم بسند است. از خوردی من راستی میخواستم در یک مقامات کار کنم با حیث مفتیش، لیکن چشمم اجازت نداد. چشمم در سن 19 سالگی خود از بیناییش ماندم. من در وزارت تندرستی اریگینال نیام چی میگن و ادارم از حسابی نابیناییش. بعد 1 سال مطابقت کردیم با دیلارم نورالله، یک نفر زنی که از SSR میگن از دوره سویتی دختران، همون کس سبب شفا یافتنی من شد. با من شفا یافتم، با چشمم بینا گشت، لیکن من نتوانستم دیگر و آرزوی کودکی یکی از آرزوام من بوده دیگه، یکم صنعتکاری بوده دیگه. از شاید این هم به خوبی کار باشد، ممکن این سبب شد که مثلا شما با سوهای صنعت خود رو بخشیدید چون به این محبت داشتید. بله، دل مردم هم میوبیم، خدمت مردم هم میکنیم، بهترین از ثوابش هم میرسم بودم.
زنده باشید. و همین اگر خطا نکنم شام گذشته بود یا پیشتر ما در صفحه رسمی اینستاگرامی شما در استوریز مشاهده نمودیم که با یکی از سراینده محبوب شناخته و معروف و دوست داشته تاجیک فرزانه خورشید گفتید به نزدیکی انتظار شود یک ترانه همجای. من در این باره کمی میگفتید این پیشنهادی کی بود و اگر شودم این ترانه آهنگی که می شود از متنی که می شود نصیب باشد یک ترانه ایجاد میکنید. فرزانه بانو فرزانه خورشید ایجاد کردم، یکی از اونها رو با هم میخونیم، دیگر رو خودش میسراید. این فکر هر دویمون بود. نصیب باشد هم کاری های ما در پیشن. از من این ترانه ما برورمون باز از خفا این کار میشم فقط پیشروی میکنیم. با یگان بانو سراینده تو امروز یگان ترانه همجایی دویت داشتید؟ نه پیشنهاد بود؟ پیشنهاد بود و باز چه گم همون نفری که خودش پیشنهاد کرد با خودش هم خیلی به اهمیتی کرد. اون کسی که همون کتیمه به اهمیتی کنه همکاری را من زوری نیستم که باز مثال از دمیو بداومو بگم کتیمه همکاری کنم. من با ژانر خودم دارم، در ساحه خودم رویه خودم هست، برای من مشکل نیست با ترانه آفریدن و باز خودم خواندن. یعنی اگر با یک نیتی نیک با یک امید با شما گویم پیشنهاد کنند شما رد نمیکنید؟ خیلی میگم که میبینم صنعتکار اول آدمگریش باشد، بعد صدای خوب استیلی خوب داشته باشد. مثلا با فرزانه میگم ترانه آرامی چقدر زیبا میخوایم با مردم پیشکش نماییم، دلنشین باشد. ما باشیم ارزو میکنیم بگذارین ارزوی شما. با فرزانه گوهن کردم 2 مصرع از اون میخونم. منم مثلی پروانه میسوزم اگرچی فرزانم، منم مثلی پروانه میسوزم اگرچی فرزانم، اگرچی فرزانم. این ترانه با فرزانه هدیه شد. علاکه میدونید از همین مصرعای کوتاهش پیداست که بسیار یک ترانه بهترین میشود. نصیب امیدواریم. ما خیلی شدیم از همکاری و ایجادی همجای شما و اینک متاسفانه میگویند که هر آغاز رو انجامی هست. اگر فکر میکنم اگر ما ساعت هم صحبت کنیم کمی میکند. بله. و امیدواریم که پس از بازم انتشاری ترانه های نو دیگری شما، پس از برگزاری خدا خواسته باشد کنسرتی که شما در ارزوش هستید، امیدواریم که باز شما اینجا حتما دعوت میشوید. تشکر زیاد با اکای کامیل جان دوستای من جانی سپاس می نداریم. امیدواریم که پس از اون باز با شما ما کنسرت رو دعوت میکنید دیگه. من دیدین که من آغاز کردم. حتما داشتیم پیش باید دوریدن کنسرت دمی ترانه شهیدو باری اول من در همصدا سالی 2019-20 خوندگی بودم یا دورینم من جایزه گرفتم. بله در نقشه ما البته هست و ما طرفداری اون که در ساحه صنعت و هنر تمام هنرمندان موفق باشند، دست بالا باشند و تا قدری امکان تا جایی که میتوانیم حتما در خدمت شما و بعد از گیری تیار آماده. خب من گفتم برای اون که پس از همه اون نقشه‌ای که در دل شما هست عملی میشوند، پس از برگزاری کنسرت های شما خدا خواهد باز در اینجا یک صحبتی صمیمی مثل امروز می آوریم برگزار میکنیم، همراه میگیریم با گیتار میسرایم با دیگر از کیفیتش. بله با صدای موسیقی زنده. از همه اینسترومنتی دوست می داشته من این گیتار است و درایو گیتار، الکتریک گیتار هم استرون. و برای امروز متاسفانه که همین صحبت ما با اخیر میرسد، لیکن قبل از اون که اون رو کاملا با اخیر رسانیم من میخواستم که همین ترانه روم نمیشه ترانه از رضا صادقی است، صنعتکاری ایران زمین. کمی میسرویدید به شکلی زنده و بعدن خیلی وقته که میخوام بهت بگم دیوونتم روم نمیشه، عشقت آتیشی زده به جون من آروم نمیشه.
خیلی وقته که میخوام بگم شبا خوابی ندارم، خیلی وقته که میخوام بهت بگم با میمونی تو همیشه. روم نمیشه روم نمیشه روم نمیشه، نه 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 روم نمیشه. میترسم لایق داشتنت نباشم، میدونم که هیچم و ترسم از اینه قد خواستنت نباشم. میترسم فکر کنی عشقم نقل شعر سنگ و شیشه، به خودم میگم نترس برو بگو که دل دیگه واسه ما دل نمیشه. روم نمیشه روم نمیشه روم نمیشه، نه 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 روم نمیشه. جهانی سپاس، اجرایی که واقعا بمیثل است. اما بار دیگر سپاس میگویم از نام کلی کارمندان رادیوی همصدا برای که دعوت ما را قبول کردید، توجه کردید، وقت جدا کردید، اومدید. این وظیفه ماست. زنده باشید جانی. سپاس برایتون در کار ایجادیتون. برور بردباری، موفقیت، سعادت زندگی، سالمی کامل تمنا میکنیم و تمنیت شما با نفرانی که این لحظه شما رو گوش میکنند. تمنیت من همین است که اول درجه اول سلامتی را احتیاط کنم، چون که به سلامتی با کسی در کار نمیشه، با روز میشود رو میگردونن. اما بغیر از مادر و بغیر از فرزندانی پدر و بغیر از نزدیکانی که نزدیکترینن. دوم، اگر خوشبخت باشیم بخت خود رو دو دسته بخپیم یا دستانه، چون که به بخت زندگی معنا ندارد، سمیسل نیست به بخت. بعد سیوم، سفر کنین، هر جا خی راحت کنین. من خودم سفر را دوست می‌دارم. برای خدا هم زندگی کنید. بله، برای خود را هم زندگی کنید. فقط کار گفته شب شب نگفته، روز روز نگفته مثال خالی هم نمیشه. برای خدا هم وقت جدا کنین، راحت کنین. زندگی و عمر غنیمت است. زنده باشید. خوش آمدید بار دیگر. عزیزان دیل، همینجا فرصتی برای برنامه بی تنفس جدا کرده شده به اخیر میرسد و دوام این مدت در برنامه بی تنفس با شما بودم من زرنگاری رستم و یکی از هنرمندی واقعا معروف، محبوب، شناخته و خوش صدای تاجیک بهروز میرزویف. با شما خیر و خوش میکنیم تا هفته آینده. همیشه با ما در امان خدا باشید. خیر عزیزان. بی تنفس با زرنگاری رستم.